خب دوست بهترین حالتش اینطوری بگیرم یا به این حالت بگیرم؟ این حالت. ببینید یه برنامه هستش که واسه عدم ترس دارم واسهتون درست میکنم. خب اسمم هم صدا کردم. الان توی توچالیم، توی مرکز بانجی جامپینگش واسه کسایی که ترس از ارتفاع دارن مثل خود من. برنامه قبلی واسه پاراگلایدر بود، الانم بانجی جامپینگ. فقط یه مقدار ارتفاع رو داشته باشید، تهران رو زیر پاتون نگاه بکنید، یه مقدارم این ارتفاع رو از این ور داشته باشید که چه ارتفاعی می‌خوایم بپریم، که حالا دیگه شروع می‌کنیم به پرش کردن. اینم بگی جلو صورت. این حالت. پایین نگاه نکن، من بهت میگم چرا بیا جلو. ماشاءالله. بیا جلو. بیا ماشاءالله. بیا من گرفتم. بیا. عالی. خوب. تو بعدا بذار جلو صورتت اینو. 5 4 میرم 2 1 ماشاءالله. ترس نداره. نباید بترسید. بیشتر لذت ببرید. لذتشو حال کنید. اصلا نترسید. هیچ چیزی ترس نداره. نه فروش ترس داره، نه ورودی گرفتن، هیچ چیزی نمیتونه مانع از موفقیت شما بشه غیر از خودتون. همه چی به خودتون بستگی داره. خوب دقت کنید. اصلا نترسید. اصلا به هیچ عنوان. نه از فروش بترسید، نه از ورودی گرفتن، نه از موفق نشدن، نه از حرف مردم، از هیچ چی نترسید. فقط تمرکزتون رو هدفتون بذارید. اینطوری میتونید کاملا موفق بشید و به همه کسایی که میترسن که موفقیت شما رو ببینن ثابت کنید که میتونید. فقط خواستنه که مهمه و بدون عمل کردن هیچ چیزی نمیشه. موفق باشید. عالی. خب دوستان ما رسیدیم پایین. اینم اون ارتفاعی که پریدیم.